چی به امروز ما پرامون در رفیق خوب نیست. شو اینو تا پرای ما قدای خوب نیست، کلینی خوب نیست، زنی خوب نیست. شرطی که دونستن که شیطانی هیچ گاه نمیتونید خوف نمیبرن دیگه. میگم آدم قلیه. امیر تیمور گفته که بدست کی آدمای دو گپا را نس کنید. دو گپا خوف نکن. همین اگر اهمیت دادگی باشه یک بره دو اچرا مکم بره به معنی کم میشه. همه جا رنگ تا نشون تا که شناسم. دو رنگ سه رنگ نشاو که یه روز میشناسم تا امروز پس میشه. در دل شب پراش یک قسم اومده است بود. حیرانش نگاه کرد که من در این سفر توقع بودم شما یک جا پیدا شده. چی به امروز ما پرامون در رفیق خوب نیست. شو اینو تا پرای ما قدای خوب نیست، کلینی خوب نیست، زنی خوب نیست، شوهری خوب نیست، فرزندی خوب نیست، جوره زوره چی با نیست. برای اون که نمی اوید عمل نمیشود. اینما اعیذکم بواحدتین. این پیغمبری من یک گپ دارم میگه دو گپ نداره. ما یک گپ نیستیم برای همین ما پرای ما در خودم جمع شود. ای بخمون بوده پیغمبری ما که یک گپش بود پرش ابوجهل نیومد ابوبکر اومد. برای که ابوبکر صدیق اومد. یک گپا که بود پرش عمر اومد. یک گپا بود پرش عثمان اومد. برای پیغمبری ما دو گپا نیستیم. ما دو گپاییم که پرای ما دو گپا میدیم. وقتی ما دو گپاییم قدامون دو گپای. وقتی ما دو گپاییم دوستمون دو گپای. وقتی ما دو گپاییم محیطمون دو گپای. آدمای دو طرفا دو گپا هیچ محلی را نغزونه هیچ نمیشن در حیات. آدم‌ها باید یک طرف باشن. امیر تیمور گفته که بدست که آدمای دو گپا را نس کنید. دو گپا خوف نکن. نظام دولت‌هایش نمی‌دست. دو گپا را نابود کنه می‌کنه. دو گپا مردم به زیر بری. خود موندم همین دو گپا را که دوست نداره درو یارم. باید ما یک رو داشته باشه. یک طرف. پیغمبری ما آبروش یک گپا نشده. یک گپ داشته اید. نیت درست که در شریعت خودی بازی نکن. همین گپ تا آخری اون شرط هم بگو. بازی نک شریعت خودی. نیت درست که آخر دینش غلبه کن. جهان بپام شد. مقصد ای شیشتنی ما نمیاد. خوی که کجای آباد شو نیت را درست کن. نیت را پاک. نیت پاک همین است که ای چی معلوم میشه؟ خلوص چی نمیگن؟ اینی آب سیاه اینش سبزه اینش سیاه من میوه را بینی خالصا خشون نشان داده سر رنگ شد. در همه جا رنگ تا نشان تا که شناسم دو رنگ سه رنگ نشاو که یه روز میشناسم تا امروز پس میشه. بیگذار جهان تو را بد بینه لیکن رنگ تا نشان ده. بیگذار جهان تو را شوم بینه لیکن رنگ تا نشان ده. تو را دانم یا عالمی یا ظالمی یا رحمانی یا شیطانی نشان ده. وقتی که دونستن که شیطانی هیچ گاه نمیتونید خوف نمیبرن دیگه. میگم آدم قلیه. اگر دونستن که رحمانی میگن آدم خوب. گاهی رحمانی گاهی شیطانی نمیشه واقعی. این آیین خدا همینه نمیشه. همین اگر اهمیت دادگی باشه یک بره دو اچرا مکم بره به معنی کم میشه. نه دو طرف نمیشه مو باید طرف نمیشه. خداوند پیغمبر صلی الله علیه و سلم وصف میکنه در قرآن که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وصفش همین بوده است. قل انما اعیذکم بواحدتین. خداوند در قرآن رسول ما را وصف میکنه که پیغمبر برای شما موعظه میکنه، امر معروف میکنه، گپ میزنه، صحبت میکنه، تربیتون میکنه. چیه او؟ یک چیه او؟ چیه میگه؟ قوموا لله. در راه خدا نیتتون راست کنید. معنی پیغمبر اومده برای چه اومده؟ نیتتون را راست کنه خدا نجاتتون میده. نیتای ما امروز بیزه بلکه کجلا میشه کنم. حال ناموخته فرزند علم نگرفته با بر وقتی کاری و یا باری و تیار میکنه در حرام. این باید همجا کار کنی این زندگیش گذرونه. نه اول هوای راست تربیت کن. این ریسک زندگی در جانب خدا است. درستی این شوخی نیست. راست تربیت کردن این شوخی نیست. برای همین هزارها رحمت بر پدر و مادر رسول اکرم چه فرزند به دنیا آوردن. دنیا را راستی را نشان داد. و همین راستی ده هیچ در کار نیست. راستی فقط تربیت در کاره که پدر و مادر و محیط آدم تربیت کنن. نه وقتی آدم محیط و پدر و مادرش بیزه باشه و اگر محیطش قدی پدر و مادرش ده ها دانشگاه روان و یک کشت کرده. راستی قومو خیزه یک نفر، دو نفر، سه نفر، 10 نفر، 100 نفر لله در راه خدا راست خسته. اول نیتتون رو درست کنید.
او زمین جمع پرسیم که کیست بنده خدا؟ همه دست میبرن میگه من بنده اللهم. تو بنده خدایی. یگون کس نمیگه که من ای خدا دورم، همه میگه من خدا رو حرمت میکنم. خدا میگه نیت درست کن. پیغمبری ما یک امر یک بار گپ میزده، پیغمبری ما یک سخن داشته، در راه خدا نیتاتون رو درست کن. شوخ این نیت. نماز با چی میداری؟ زکات با چی میدی؟ حج با چی میری؟ احرام با چی میبندی؟ با چی؟ جمعه با چی میری؟ همش سرشگه چیه؟ طهارت ای چی سر میکنی؟ ای چی ریشش ای نیت؟ شوخی نیست. نیت چیزی بازی نیست. مردمایی هستن که اینا میجا میشینن میگن کاش که در حج نماز میخوندیم نوشته میشود نیتاشون، که نوشته شد نماز نیتی نیک. برای همین همیشه نیت رو درست کنید. نیت نیک باشه تمام جا آبادی میشود. نیت نیک اویله را آباد میکنه، کوچه را آباد میکنه، بازار را آباد میکنه، دولت را آباد میکنه، جماعت را آباد میکنه، همه چیز نیت نیک آباد میکنه. نیت پاک. نیت پاک نباشه همه جا را کلیپ میکنه. نیت را نیک گرفتن در قرآن. همین نیت دزدی کارخانه را میبندن، نیت دزدی زواد و فابریکا را میبندن، نیت دزدی آشخانه و گازخانه را میبندن، نیت دزدی اویله ها کلیپ میشود. اگر همین نیت گزه باشه، اگر نیت نیک باشه همه جا آباد میشود. پیغمبری ما یک گپ داشته، همون گپش همه بده که دین خدا را نیتتون درست کنید. نیتتون اول درست کنید تا که خدا راست میکنه. نیت اول درست کنم نکنید. نیت 50 سال 60 سال نیت میکنی به مقصد برسی آسان نیست. کسی که نیتش استوار باشه خداوند حجتش میبره. نو بسای مسلمان هست نیست. انسان هایی که اختراعات های کردن یا کارهایی رو بردن و اسلام ما یگان رابطه ندارن، نیتاشون درست میکنن خدا یردم شد به همون درجه رسیدن. نیت این مولی اسلام نیست، نیت این مولی همه. که اسلام تاکید میکنه که سخت نیت خوی آبادی شوه، خوی برکت شوه، خوی فیض شوه. نیت نیک. چقدر نیت نیک. چگونه که حضرت شما شب آورده بیده در مسلک نامش که نیتین یولداشین. نیت در رفیق دار. رفیق دار همین نیتات دار. هر نیتایی که میکنی همین رفیق دار. وقتی که اگر نیتت بیزه باشه رفیق بد داری. حتی که حضرت امام شبلی را روایت میکنه که در یکی از بیابان‌های عراق میرفت قدم زنان در دل شب پرش یک کس هم اومده است بود. حیرانش نگاه کرد که من در این سفر طاقه بودم، شما ای کجا پیدا شده؟ و بیشری حافی ما ایت جدا نیسته. چی خیلی؟ ما همون نیت‌های نیک و بد دیدی؟ من نیت نیک و بدیتم قطعیتم. ما ایت جدا نمیشم. نیت‌های ما ایمون جدا نیستم برادر. قطعی مونا. بعد هم باشه قطعی مونه، نیک هم باشه قطعی مونه. برای همین دنیا آباد میشه نیت نیک، نماز قبول میشه نیت خالص، زکات قبول میشه نیت خالص. یا آدم نماز خواند اومده التحیات چه بر ریا خواند خود نمایشدهی، نمازش باطل میشه چون التحیات خودش نشان داد. برای هر یکی ما و شما نیتمون درست کنیم. فرزندداریامون، کلینداریامون، جورداریامون، کوچه داریامون همش خالصا لله نیت درست کنیم. همه جا آباد میشه. این دنیا میگذره میره، اما نام پیغمبرا جاویده. این دنیا میگذره میره و نام علما جاویده. این دنیا میگذره میره و نام نیکا جاویده. ریشش ای نیت نیک، نیتشون رسیدن، مقصد اساسشون رسیدن. برای همین خواهیم که یک تا یگانه پرست یگپا باشیم. این فقط و فقط امروز نمونهش از زندگی رسول اکرم میگیریم صلی الله علیه و سلم. چقدر پیشنهادش میکنن، چقدر سوم پول دنیا غمش میتین، آزارش میتین در میره، اما نیت نیکش نمیگرده، میره تا آخر. خشا به حال آدمایی که نیتشون نگردن. نیت بزیب اگر گردی، اگر نیت گردی بزیب، برای همین نیت نگردی، نیت پاک داشته باشن به همه جا میرسن. این دنیا را آبادیش همش نیت نیکه. دین هم به نیت نیک آباد میشه، آخرت هم به نیت نیک آباد میشه، همه جا به نیت نیک آباد میشه. نیت درست نباشه ما هیچ نمیشه. پروردگار رو خیر قبول کنه، دکان آباد کنه، نیتای ما رو نیک گردانه، عاقبت کاری ما رو به خیر، ایمان ما رو به سلامت گردانه. آمین یا رب.